بسیار زیاد مشکل داریم. وقتی که اول شما فکر بکنین در نیت کردن چقدر مشکل داریم. امام قرائت میخونه میگن نیت کردم از نیت خلاص نمیشه. دو، در بلند کردن دست مشکل داریم. در فقه حنفی ما این تو دست بلند میشه، تو ای رقم نیست. دیگه بیا الله اکبر الا شحمت الاذنین، تا نرمی گوش، این تو هم نیست. اینجا برازانش تا نرمی گوش و یا باید طرف قبله بوده باشد. کمک این رقم باید باشد. الله اکبر. این رقم کردنش چیزا نیست. ایش بیخی مزه. باز عینش اگه طوری که شما فرمودین وقتی که گفت الله اکبر مستقیم دست بسته میکنی. الا کردنش این رقم زانگو دادن این نیست. الله هدایت نصیب بکنه.